اگر آدمی شریف است و جان آدمیت، ز چه رو لباس زیباست نشان آدمیت. دگر آدمی چه دارد به جز این لباس زیبا، سپری شده است انگار زمان آدمیت. رسد آدمی و جایی که به جز خودش نبیند، پس از آن دگر نباشد نگران آدمیت. به لباس های چسبان رسد آدمی به جایی، به لباس های چسبان رسد آدمی به جایی که عیان شود به انظار نهان آدمیت. ولی آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، متحرک است و گویاست زبان آدمیت. همه دم زدن چه حاصل ز جدال حق و باطل، که دمی نباشد آزاد بیان آدمیت. اگر آدمی شبیه بز و گاو و گوسفند است، چه نیازمند باشد به شبان آدمیت. ز دروغ گفتن انسان برسد به سود سرشار، ز دروغ گفتن انسان برسد به سود سرشار، که شده است راستگویی به زیان آدمیت. پس از این خدای رحمان چو دروغ گفت انسان، تو بکوب مشت محکم به دهان آدمیت. تو بکوب مشت محکم به دهان آدمیت.